میشه اونها رو به ماموریت‌های شناسایی، ماموریت پشتیبانی هوایی نزدیک، دیده‌بانی هوایی و ماموریت‌های هلیبرد. خلاصه میخوایم به کوری چشم آخوندها و دشمنان آزادی ایران نوروز 1391 رو هرچه پرشورتر و شادتر جشن بگیریم. Ardasan ay bahar sensiz gül açmaz. Sen ile yaşayan hayatsız olmaz. Ümitler arzular yürekte solmaz. گردهمایی سالانه مقاومت که به اسم کهکشان شناخته میشه اتفاقی نیست که فقط در یک روز بیفته. Start with the conference, the Warsaw Summit that was all over the news, and you were there. خدمت همه شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، جز به اون لشکر عظیمی بودن که در گرد. من الان خودم فقط فکر می‌کنم یک کلمه اگه بگم وصل رو واقعا پیدا کردیم و که سرجم کننده همه ایناست. در گذشت مسعود فرشچی، قهرمان پاکباز و والای مجاهد خلق، از مسئولان و برنامه سازان سیمای آزادی. مجاهد پاکباز و والا مسعود فرشچی از کادرهای ارزنده مجاهدین، خلبان پایه ارتش آزادی بخش ملی ایران و از مسئولان و برنامه سازان سیمای آزادی، سه‌شنبه شب 15 تیر بر اثر بیماری حاد کمخونی همولیتیک در بیمارستان در آلبانی درگذشت و سبکبال و سرفراز به سوی یاران صدیق و شهیدش پر کشید. خروش بادهای بهاری آمیخته در نغمه پرندگان و طنین تندرها فراخوان می‌دهند بیرون بیایید، بذرها و دانه ها بیرون بیایید و حق خود را برای رستن و شکفتن فریاد کنید. تعهد همه ما این هست که این صدا باقی بمونه، چون که صدای مردم ایرانه، صدای نداهاست و سهراب‌ها و کیانوش‌ها، صدای تک تک اونهایی است که در گوشه زندان‌ها هستن و رژیم تلاش میکنه که صداشون به سلول بغلی هم نرسه. با خضوع و خشوع بیشتر در برابر صاحبان اصلی این رسانه یعنی مردم هستیم و پایبندی بیشتر به معنی همین کلمات سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. مسعود فرشچی که خود شاخص شور و نشاط انقلابی و شادی بود، بیش از 2 دهه مدیریت برنامه طنز پیک شادی را در سیمای آزادی بر عهده داشت و تا آخرین روزهای حیاتش در خیزش‌ها و جنبش‌ها صدا و طنین آزادی خواهی و کانون‌های شورشی و جوانان قیام آفرین بود. امشب هم یکی از اون شبایی که خامنه‌ای تا صبح قطعاً خواب نخواهد داشت. تعداد همچین شبایی هی داره بیشتر و بیشتر هم میشه دیگه. الان که خامنه‌ای و اعوان انصارش به این روز تیره و تار افتادند، جا داره که ما با لبی خندانتر و دلی شادتر بریم به سراغ برنامه‌های این هفته پیک شادی. دانشجوها تو دانشگاه دست به راهپیمایی زدن
و با شعارهای محکم و قاطع خودشون در واقع پیمانشون رو با قیام سراسری مردم ایران تجدید کردند، اعلام کردند که با این قیام همراه و همگام هستند تا به آخر. قیام و مقاومت فاصله ها رو از میان بر می داره، هم فاصله های جغرافیایی و هم فاصله بین قلوب و یگانگی و اتحاد رو به همراه می. با نوروز و بهار طبیعت دیگه بر پاشنه حرارت و سیالیت و حرکت و گشایش و سهولت قرار میگیره. او آنچنان که بارها در برابر مردمی که به آنها عشق می‌ورزید و خطاب به آنها تکرار کرده بود، لحظه لحظه حیاتش را وقف تلاش در راستای سرنگونی غارتگران حاکم بر ایران، آوردن بهاران آزادی به میهن و آوردن شادی به دلها و خنده به لبهای خلق محبوبش کرد. امیدوارم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندان باشه. امیدواریم که همیشه از این شادی‌های عمیق، شادی‌های ناشی از پیروزی در برابر رژیم آزادیکش برخوردار باشید تا روزی که انشاءالله شادی پایدار در ایران عزیز برقرار بشه، روز آزادی و حاکمیت مردم. بنابراین من میگم اتفاقاً به دلیل جنایات رژیم آخوندی، به دلیل اینکه رژیم آخوندی انواع و اقسام دزدی و غارت و چپاول و جنایت و خلاصه هلاک هرس و نسل رو در ایران انجام داد، اتفاقاً به همین دلیل باید تلاش مشخصی صورت بگیره برای اینکه همین لبخند، همین شادی و همین نشاط به مردم برگرده. وقتی که رژیم میخواد چنگ بندازه و هنر رو به چنگ خودش بگیره، به قول زنده یاد غلام حسین سایدی، به این بسنده نمیکنه که هنر رو از بین ببره بکشه. میگه بیا به دست خودت خودکشی کن، بیا مدح منو بگو، بیا برای من بساز. Mənəm Azərbaycan, ata babəkdən bəri dirənib savaşan, zülüm qarşısında boyun əyməyən, mənəm Azərbaycan. Savalan güclü xalqım var, sel kimin aşıb daşan igidlərim var. Səttarxanın tüfəngində, Şeyx Məmməd Xiyabanının uca səsində, Səməd Əminin qələmində yaranan həmasələr. Mənəm Azərbaycan, Arazam, qan ilə dolmuşam, səhəndəm, daş kimin durmuşam, urbu gölü kimin susuzam, amma ölməmişəm. Mənəm Azərbaycan, Hənif nicatlarım, Musa Xiyabanı kimin sərdarlarım var. Əli Müsyünün oğlanlarından Əkbər Çupaniyəcan dara çəkilmiş başlarım var. Mənəm Azərbaycan, Zeynəb Paşanın üsyanıyam. Süreyya Əbulfətinin edam meydanında xəlqə çağırışıyam. Mənəm Azərbaycan, zülmə baş əymərəm. Düşmənin başını daşa çırpıb, onu təxtdən aşağı çəkərəm. Təbriz, Ərdəbil, Urmu, Zəncanın harayıyam. Haq yolunda, azadlıq yolunda. قهرمان والای مجاهد خلق مسعود فرچی از سال 1357 حین تحصیل در آمریکا به مجاهدین پیوست. او در شمار محصلان نخبه‌ای بود که تحصیلاتش را در رشته‌های ریاضیات و جامعه شناسی در دانشگاه UCLA ادامه داد. قبل از اینکه مسعود از آمریکا به اشرف برود، ناسا به خاطر استعداد فوق‌العاده‌اش به وی پیشنهاد استخدام داد. اما مسعود فرچی خانه ای را هم که پدرش برای او خریده بود فروخت و پول آن را به مجاهدین داد و خود به اشرف شتافت. مسعود فرچی 43 سال از عمر 59 ساله خود را بیوقفه برای آزادی خلق و میهنش به طور تمام وقت در سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادی بخش ملی سپری کرد. او که از خلبانان برجسته ارتش آزادی بخش بود، در عملیات فروغ جاویدان از ناحیه دست تیر خورد. برادر مجاهد مسعود رجوی از سالها پیش مسعود فرچی را به عنوان گوهر بی‌بدیل، الگوی تمام عیار و همه جانبه یک مجاهد خلق توصیف کرده بود که شاخص اخلاص و پاکبازی و فروتنی و پرداخت قیمت و شورش مجسم
بر ایدئولوژی جنسیت و فردیت خودپرستانه است. مسعود فرشچی در نامه‌ای در آبان 97 خطاب به راهبر آرمانیش چنین نوشته بود: به جان جانان، در این روز اربعین حسینی با شما عهد می‌بندم که تا آخرین نفس با انقلاب خواهر مریم که تازه ابعاد شگفت آن را می‌فهمم و پشت سر خواهر زهرای عزیز وصل ترین و بدهکارترین مجاهد خواهم تاخت. نمی‌خواهم از فرصت استثنایی که برایم پیش آمده استفاده ویژه بکنم و از خودم بنویسم. فقط این را عرض می‌کنم که وصل وصل وصل، سفید سفید سفید، بدهکار 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 خواهم ماند، خواهم جنگید و خواهم مرد. یک نفر دیگر به خیل آنها که رستگارشان کردید اضافه شد. فدای شما، مسعود فرشی، 9 آبان 97، اربعین حسینی. شرح زندگی پربار انقلابی و تشکیلاتی مسعود قهرمان، کتابی است با فصل‌هایی درخشان از پایداری و ایمان. از رها کردن درس و دانشگاه در آمریکا در خرداد 1360 برای پیوستن تمام وقت به مجاهدین و مقاومت سراسری در برابر رژیم ولایت فقیه، از حضور در راهروهای ملل متحد برای افشای چهره خوناشام خمینی دجال تا پوشیدن لباس عزت و شرف ارتش آزادی و ایفای مسئولیت‌های درخشان، از جمله به عنوان خلبان پایه یکم تا تلاش‌های شبانه روزی در سیمای آزادی برای رساندن صدای مردم به جهان. مجاهد خلق مسعود فرشچی که متولد 1341 در تهران بود، از نوجوانی برای ادامه تحصیل به انگلستان و سپس به آمریکا رفت، اما در بهمن سال 1357 همزمان با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و در حالی که تازه وارد دانشگاه شده بود، به انجمن دانشجویان هوادار مجاهدین پیوست. از خرداد 1360 زندگی حرفه‌ای و انقلابی خود را در مسیر آزادی میهن در صفوف مجاهدین آغاز کرد. مسعود قهرمان مسئولیت تشکیلات هواداران مجاهدین در غرب آمریکا و مدتی هم همین مسئولیت را در کانادا بر عهده داشت. مسعود قهرمان در عملیات فروغ جاویدان به صحنه شتافت. در نبردهای قهرمانانه تنگه چارزبر دلاورانه جنگید و با پاسداران چنگ در چنگ شد. در یکی از صحنه‌های آن نبردهای تن به تن از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد. او در عملیات مروارید به عنوان فرمانده یکی از یگانهای ارتش آزادی بخش در نبرد و در دادن درس فراموش نشدنی به رژیم آخوندی شرکت داشت. او در سال 1375 همزمان با آغاز پخش ماهواره‌ای برنامه‌های سیمای آزادی به این قسمت منتقل شد تا به عنوان یکی از مسئولان سیمای آزادی تمام تلاش و استعداد و توانایی‌های ویژه‌اش را در ساختن برنامه‌های گوناگون به کار گیرد. سلام خدمت همه شما عزیزان بیننده، ممنونم که با ما همراه هستین. امیدوارم که برنامه این هفته پیک شادی بتونه خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما بیاره. قبلش امیدوارم که سالم و سرفراز و سرزنده باشه. مسعود قهرمان درباره انتخاب مؤسسان پنجم ارتش آزادی 2 ماه پیش از پرواز رستگاری خود چنین نوشت: از مسعود فرشچی. موضوع: انتخاب مؤسسان پنجم و درخواست ثبت نام. تاریخ: 2 اردیبهشت 1400. من تقدس انتخاب را فهمیدم و حرمت و جایگاهی را که در دستگاه ایدئولوژیکی دارد برایم تکان دهنده و در عین حال راهگشا بود. من لمس کردم که موضوع در این شرایط مطلقاً یک بحث نظری نیست. نمیتوان ناظر بود یا تعلل کرد. واقعاً از جنس بود و نبود است. آن هم نه در حیطه تنگ و تاریک فردی.
اصلاً این بحث جای ورود از پایین یا انتخاب در حیطه محدود فردی ندارد. انتخاب باید همین الان، یعنی بلافاصله بعد از روشن شدن دو جبهه سراپا متضاد و دو مسیر 180 درجه روبروی هم نجدین انجام شود. انتخاب نکردن یا حتی تعلل و مکث خودش عین بی‌مسئولیتی است که از مجاهد دور باد. در دنیای افول و به لجن کشیده شدن همه ارزش‌ها، در دنیایی که جریانات انقلابی یکی یکی در آن از بین رفتند و بزرگترین قطب‌های انقلابی دهه‌های گذشته به کثیف‌ترین حامیان مرتجع‌ترین نیروها تبدیل شدند، هر مجاهدی در درون خود هم این جنگ سازش ناپذیر را لحظه به لحظه و فاکت به فاکت حس می کند که در یک طرف رجوی است و در طرف دیگر همه کشش‌های ضد انقلابی و ضد انسانی و اساره ضد انقلاب. هیچ وقت ایدئولوژی، تعهدات و انتخابها را اینقدر ملموس در لحظات خودم، در کارکردهای تشکیلاتی و حتی اجرایی خودم و در ساده ترین تصمیمها و واکنشهایم در هر نشست و هر گزارش و هر کنش و واکنش با سایر مجاهدین ندیده بودم. انتخاب می کنم ثبت نام در جبهه ایمان را، عاشقانه و مشتاقانه برای حضور در زیر پرچم رجوی، کلمه مجسم رستگاری در دوران ما. انتخاب می کنم افتخار دنیوی و اخروی ثبت نام در مؤسسان پنجم را که انتخاب نیازمندانه هر مجاهدی و مصداق همان جمع پایدار و مهربان است که قرآن توصیف کرده. با این انتخاب نیازمندانه در ادامه تلاش می کنم تا دریابم که چه باید بکنم و نقش مسیرم را چگونه رقم بزنم. مجاهد والا مسعود فرشچی پیوندی عمیق با انقلاب رهایی بخش مریم رهایی داشت و آن را منشأ آزاد شدن انرژی عظیمی در هر مجاهد خلق می دانست که پیروزی را رقم می زند و در آینده طوفانی از آن برخواهد خواست که راه جامعه بی طبقه توحیدی را هموار خواهد کرد. او در نقش مسیر سال 99 خود در این مورد نوشته است: درک انطباق شگفت بین نقش مسیر رستگاری هر مجاهد با انقلاب عظیمی که با نام پاک خواهر مریم در درون مجاهدین جاری شده و با مسیر سرنگونی دشمن پلید خدا و خلق رژیم آخوندی، سرمنشأ کشف و آزاد شدن انرژی عظیمی در هر مجاهد خلق از جمله در خود من است. هیچ شکافی وجود ندارد بین هر آنچه به نیت عبور از ابتلاعات و آزمایشات در مدارهای مختلف برای دوری از دوزخ و ورود به بهشت جاودانگی که در قرآن بشارت داده شده انجام می‌دهم، با وظایفی که در مسیر سرنگونی کثیف‌ترین تجسم حق ستیزی و باطل یعنی رژیم آخوندی به عهده دارم. هر جا که پای مجاهدی برسد خبری از سستی و ناتوانی و سرفکندگی نخواهد بود و هرچه هست احیا و بالندگی و تکرار و تکثیر ارزش‌های جاودانی است. او در رمضان سال 98 در شب قدر که مصادف با بامداد خونین 4 خرداد بود در نقش مسیر خود نوشت: معنای عهد و پیمان را با عمق بسیار بیشتری می‌فهمم. با نیت اثبات قدر مجاهدین در انقلاب تطهیر کننده‌ای که با نام مطهر خواهر مریم رقم خورده، این عهد و پیمان را توشه خود برای مجاهدت تا آخرین نفس و مایه مباهات در دنیا و آخرت می‌دانم. برای مجاهدین تعهد ارزشی است که ابوالفضل العباس علیه السلام فراتر از زمان و مکان جاودانه کرد تا 14 قرن بعد مجاهدانش با نام او سوگند بخورند و برادر این شجره طیبه را با عبارت وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ توصیف کند.
تعهد همان ضربات مرسی است که برادر به دیوار سلول زد تا در آن طرف دیوار حنیف کبیر را خاطر جمع کنند که مسئولیت رستگاری مجاهدین را به عهده می‌گیرد. تعهد همان پیمانی است که خواهر مریم با برادر بست و پس از آن سر از پا نشناخت و فراتر از تصور انسان مسئولیت پذیرفت. من هم در محضر صدیق اکبر و فاروق اعظم نیت می کنم که صیقل خورده و مطهر در جمع مجاهدان به تعهدات جمعی من پایبند باشم و در سر قرارهای من با خلق قهرمان و محبوبم حاضر شوم. در نوشتن نقش مسیر به یاران مجاهدم قدرتمندترین و ارزشمندترین جمع جهان فراتر از هر تعادل و قوای سیاسی و نظامی تکیه دارم. جمع مجاهدین تحت راهبری مسعود و مریم که با پشتوانه عظیم از بنیانگذاران تا موسی و اشرف و 120,000 جاودان فروغ در ریشه تاریخی خود سرسپار آستان علی علیه السلام هستند. به عنوان قطره‌ای در دریای مجاهدین به پیروی از خواهر مریم و در وصل به او، بار انقلاب بر دوش با نگرش و عینکی همچون خودش در دنیای پرداخت، دنیای صدق و فدا، دنیای مجاهدین گام می‌گذارم و در تعهد بزرگ و تاریخی او برای سرنگونی پلیدترین دشمن خدا و خلق مسئولیت به عهده می‌گیرم که جز این شایسته پیروان مکتب علی علیه السلام نیست. امروز شما به ما یه زمینه جدید، یه پهنه جدید دادید که میشه لحظه به لحظه جنگید، میشه لحظه به لحظه اون تعهد رو اثبات کرد و واقعا احساس کردم پامون رو همون تعهدم اینجا صفر شد. خیلی احساس راحتی و گشایش کردم از اینکه انتخاب و تعهدی که سر مسئول اول کردیم یه زمینه جنگیه که واقعا روز به روز و لحظه به لحظه میشه توش پیش. مجاهد والا مسعود فرشچی همچنان که در نبرد با دشمن ضد بشری در صحنه‌های نظامی مثل فروغ جاویدان و در صحنه‌های جنگ سیاسی دلیر و بیباک بود، در صحنه نبرد ایدئولوژیک نیز شجاع و الگو بود. او در نقش مسیر سال 97 خود نوشته است: تقوا را مترادف عصیانگری و رزم لحظه به لحظه با ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده می‌دانم. نسبت به هر عارضه تعادل قوایی و اپورتونیستی پرچم جنگ برمی‌افرازم. اولویت نخست را همواره برای منافع و خواستهای دیگران و نه خود قائل می‌شوم و به حب جاه و مقام و کرسی با شاخص قرار دادن مسئول اول سازمان بی‌محابا می‌تازم تا شایسته نام مجاهد خلق و این افتخار بزرگ دنیوی و اخروی شوم. یکی از درخشانترین دوران‌های زندگی پربار انقلابی مسعود دوران پایداری پرشکوه بود. این واقعیت را در دست نوشته‌های مربوط به همان دوران که از او به یادگار مانده به روشنی می‌توان دید. او پس از پایداری درخشان مجاهدین در روز 19 فروردین 1390 در برابر یورش مزدوران حکومت دست نشانده ولایت فقیه به اشرف چنین نوشته است: مجاهدین خلق ایران پس از تمامی طوفان‌ها و بحران‌ها و جنگ‌ها و عملیات و توطئه‌های رذیلانه دشمن در 19 فروردین 1390 از قله پرشکوه حماسه فروغ اشرف در کمال سرفرازی عبور کردند. در آن روز در ورای ایستادگی شگفت‌انگیز مجاهدان بی سلاح در برابر زرهی‌ها و تیربارهای دشمن وحشی و خونخوار، آنچه می درخشید پیروزی انقلاب مریم در برابر ارتجاع و رذالت آخوندی بود. به چشم دیدم که نوکران و امربران ولایت سفیانی با تمام سلاح‌ها و تجهیزاتشان در برابر فرزندان عقیدتی مسعود و مریم تا کجا مستعسل و ناتوان بودند. شهادت می دهم که مجاهدین اشرف به نسبت 19 فروردین 1390 کیفاً توانمندتر، جنگاورتر،
سازش ناپذیرتر و بر اوضاع مسلط‌تر هستند. سراپا آماده، مشتاق و مترصد رویارویی با رژیم و عواملش هستند. عزم جزم قهرمانانی که افتخار همرزمی با آنها را دارم بر این است که آتش فشانی خاموشی ناپذیر برپا کنند تا از این پس هر جا که یک مجاهد خلق حضور داشته باشد و یا اگر به فیض شهادت نائل شویم، هر جا که جسدمان از آنجا بگذرد یا حتی هر جا که خبر و پیاممان برسد، تا ابد ریشه ارتجاع و دیکتاتوری و دین فروشی و دجالگری را بسوزاند و راه آزادی خلق را در هر شق متصور بگشاید. درود بر رجوی. درک آرمانی عمیق و خالصانه مجاهد خلق مسعود فرشچی را میتوان در آنچه به عنوان آخرین نقش مسیر زندگی انقلابیش در 12 اردیبهشت 1400 2 ماه پیش از پرواز عاشقانه‌اش خطاب به مولای مجاهدین علی علیه السلام نوشته است دید. به عنوان مجاهدی جدایی ناپذیر از جمع یگانه مجاهدین خلق ایران به پیشگاهت آمده‌ام برای یک گواهی و یک سوگند و تجدید عهد. گواهی می‌دهم که اگر نبود تلاش و مجاهدت صادق‌ترین و فداکارترین و متقی‌ترین پیروانت در زمانه ما، یعنی مسعود و مریم، و اگر نبود انقلابی که با نام خواهر مریم در صفوف مجاهدینت در این دوران جاری شد، هرگز از نعمت شناخت و پیروی تو، از نعمت راه یافتگی به بهترین مسیر خدایی، آن هم در عصر افولها و گمراهیها و نامردمیها، برخوردار نمی شدیم. از آتشی که در جان و روان من افروخته ای در میابم که در صف یگانه و پولادین یاران مجاهدم و در عزمها و پیمانهای آنها چه آتش فشانی برای نابود کردن جرثومه ارتجاع کثیف ضد علوی به پا خواهد شد و چه گلستانی از آزادی و عدل شاخصه های حکومت تو در ایران برقرار خواهد گردید. ایران رهاترین، متعالیترین و پاکترین و آزادترین سرزمین جهان خواهد شد، چرا که مجاهدینی در آن جانفشانی می کنند که افتخارشان سرساییدن به خاک پای توست. قهرمان مجاهد خلق مسعود فرشچی همزمان با همین تجدید عهد و ترسیم نقش مسیر انقلابی و آرمانیش در گزارشی عمیق و آموزنده درباره مضمون و محتوای آرمانی انتخاب و ثبت نامش در مؤسسان 5 ارتش آزادی چنین نوشت: مسعود فرشچی، انتخاب آببندی در مدار مؤسسان 5، 18 اردیبهشت 1400. بارها شاهد اثبات صحت و حقانیت کلمه به کلمه سخنان برادر بعد از گذشت ماه‌ها، سالها یا حتی دهه‌ها بودم. اما رمضان امسال و تفسیرهایی که از برادر برای من پخش شد برایم تکان دهنده تر از همه صحنه‌های سیاسی، استراتژیکی، نظامی و حتی ایدئولوژیکی پیشین. برخی از تکان دهنده ترین و به یاد ماندنی ترین ها را در ذهنم مرور کردم. دیدم بارها این لحظه را داشتم که گویی برادر در زمان سفر کرده و 10 سال یا 20 سال بعد را دیده و بعد دوباره به زمان ما برگشته و موضع گیری کرده است. آن زمان این راز را نمی‌فهمیدم که پاکی و خلوص ایدئولوژیک دقیقاً به معنی فدا و صداقت محض است که مرزهای زمان را در هم می‌شکند و سازمان را به تنها و تنها ارگان و حزب موجود در جهان امروز تبدیل می‌کند که می‌تواند بی‌محابا
مواضع سالها و حتی دهه‌های پیش خود را بی‌محابا بازنشر کند و چیزی جز افتخار نصیبش نشود. نمونه کوبلر را به یاد آوردم که نه به عنوان یک فرد خبیث، بلکه به عنوان نماینده و جلودار سیاست کثیف مماشات با حمایت تمام عیار کل مجموعه ارتجاع و استعمار جهان کمر به نابودی مجاهدین بسته بود. فتنه بسیار بزرگی بود. از اول که کوبلر جنایت پیشه نبود، جناب نماینده دبیر کل ملل متحد با ژست ناجی مجاهدین و مانع قتل عامشان وارد شده بود. در برابر شیادی‌هایش که سیاستمداران کهنه‌کار و با تجربه حامی خودمان را هم گیج و جبههشان را متشتت کرده بود، برادر با آرامش می گفت ما خمینی را پشت سر گذاشته ایم که کوبلر انگشت کوچکش هم نمی شود. سالها بعد فهمیدم که در بحبوحه دود و دم کوبلر و نگرانی دوستان و جشن و شادی دشمنان به خاطر نابودی مجاهدین، برادر بسیار فراتر از نجات مجاهدین از فتنه کوبلر در اندیشه این بود که چگونه از کل این صحنه درگیری خروج مجاهدین از لیست را محقق کند. بلعجبی بی سابقه در 200 سال گذشته. به عقب‌تر رفتم، در حالی که اوباش اقلیتی به ذلت مزدوری سرویس‌های امنیتی خارجی و همکاری با نژادپرست‌ها تن داده بودند که طرح دستگیری و استرداد برادر را به پیش ببرند، او فراتر از در هم شکستن این دام توطئه طرح تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران را در سر می‌پروراند. یک مورد ایدئولوژی که این روزها جایگاه و اهمیت آن را بیشتر می‌فهمیدم هم به ذهنم آمد. یادم آمد که در حوزه‌های سال 74 از برادر سخنانی با این مضمون شنیدم که فیلم صحنه ابلاغ، یا بهتر است بگوییم تحمیل مسئولیت ریاست جمهوری به خواهر مریم را برادر 10 بار نگاه کرده بود. می گفت دنبال اشعه‌ای از رضایت و خوشحالی ناشی از کسب کرسی که بالاترین کرسی متصور است می گشتم و پیدا نکردم. برادر می گفتند همین من که خودم 6 سال پیش گفتم فتبارک الله، بله خود من دنبال چنین اشعه‌ای می گشتم و نمی توانستم باور کنم که هیچ ذره‌ای از آن هم نیست. خود این حرف برادر سالیان بعد برایم یکی از انگیزاننده ترین پیام‌های انقلاب را در بر داشت. با خودم می گفتم عجب پاکی و صداقت شگفتی. مسئول مقاومتی که با درایت عجیب و غریب، با آینده نگری فوق‌العاده بزرگترین موشک استراتژیک را به قلب رژیم شلیک کرده که فهم همینش هم تا سالها برای دیگران ساده نبود، برای سنجش دقیق شلیکش اینجا را چک می کند که قهرمان تاریخی انقلاب درونی مجاهدین تا کجا با آرمانش که رهایی مردم ایران است یکی و یگانه و از خود تهی شده است. و ما تازه بعد از 26 سال ایمان می آوریم که پیروزی‌های بزرگ سیاسی و نظامی و تبلیغاتی تابع پیروزی‌های ایدئولوژیک هستند. ولی همه این یادآوری‌ها کمتر از چیزی بودند که با صحبت‌های خواهران مجاهد و با تماشای معجزه رشد و ارتقاء آنها برای اولین بار بعد از حدود 30 سال احساس کردم. معنی عبارت آببندی و به خصوص علت انتخاب عبارات هرز و نگاهبان را فهمیدم و میخکوب و مبهوت شدم. از یک سو مبهوت همان نگاه فراتر از زمان در انقلاب خواهر مریم را که 30 سال پیش رمز تثبیت و نفوذ ناپذیری را با کلمه نجات بخش آببندی در هژمونی پذیری از خواهران ذی صلاح مجاهد خلق معرفی کردند. خدایی را که به یمن فراخوان مقدس برادر به رستگاری امروز خیلی خیلی به اون نزدیکترم شاهد میگیرم که اگر همین فهم و همین احساس خاک بودن در قبال خواهران قهرمان شورای مرکزی را همین چند هفته پیش می داشتم، در موارد مشخص خیلی جلوتر بودم. رابطه هژمونی پذیری محتوایی و مطلقاً عاری از فرمالیسم و ظاهرگرایی با حفظ و حراست
و صیقل زدن شمشیر انقلاب در مداری جدید آشکار شد و بسیار نیازمند شدم که در تراز مؤسسان پنجم در این رابطه عهدی جدید ببندم. پیام من تو بشنو، خدا تو را نگه دار، دو چشم من به ره باشد در آرزوی دیدار. مسافر عزیزم تو هم به یاد من باش، جدایی و فراموشی نبینم از تو ای کار. نباشدم به جز مهرت هوای دیگری در سر. برو خدا به همراهت تو ای ز جان گرامی. پیام تسلیت خانم مریم رجوی. میخواستم بگویم بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. اما دیدم انگار او نمیگذارد و نمیخواهد و نباید گریست. بنابراین به لب خندان خلق خونین دل ما مسعود فرشچی درود درود درود. آری لب خندان خلق خونین دل ما، دل پرغوغایی که بر دل مردگی ایران طغیان کرده بود و جان شیفته‌ای که جان میلیون‌ها هموطن را صفا میبخشید. برادر عزیزم مسعود فرشچی به سوی رفیق اعلی شتافت. روح او اکنون مثل تمام زندگانی رزمنده‌اش شاد است و رستگار. گوهری بی بدیل و از سمبل‌های والای میتوان و باید که در مسیر فدا و مبارزه برای خلق محبوبش هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناخت. در زمره انسان‌های نخبه‌ای که می توانست از بالاترین امکانات زندگی و مدارج تحصیلی و شغلی در آمریکا برخوردار باشد، اما همه را رها کرد و عاشقانه به مبارزه پیوست و با پای سر به میدان شتافت. او در ساموز رهروان یک جنبش انقلابی است که در روزگار رنج و سختی مثل اشرف محاصره شده یا قتلگاه لیبرتی هم باید الهام بخش امید و شادی بود و بشارت دهنده رهایی خلق اسیر و صدای شورشگران برای آزادی و پیروزی. از هنگامی که در نبردهای فروغ جاویدان مجروح شد تا زمانی که در زمره خلبانان ارتش آزادی درآمد، عقابی در آسمان بود و شیری در رزم زمینی با قریحه‌ای سرشار. مظهر بیرنگی و افتادگی در مناسبات جمعی و یک مربی ذی صلاح در عرصه انقلاب و وارستگی. مجاهد لمگرتاگو شورشی مریمی، خاک پای تک تک خواهران و برادران مجاهدم و نوکر دوم خلق قهرمان ایران مسعود فرشچی. حاضر حاضر حاضر. او
او ارزش والای یک انقلابی یعنی امید را سمبولیزه می کرد. امید و ایمان و باور او به فردای روشن و قطعیت سرنگونی رژیم ولایت فقیه خیره کننده بود و البته که از ضمیر پاک و مجاهدت و جنگاوری بی نظیر او نشأت می گرفت. در ودا با این مجاهد شوریده بر ایدئولوژی جنسیت و فردیت، قهرمان صحنه‌های مختلف رزم و مجاهدت، تنها با این پیام قرآن آرام میگیرم که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. پرواز دریغ انگیز این مجاهد والای اشرفی و سرشار از صدق و صفا و خلاقیت و شور و نشاط انقلابی را به رهبر این مقاومت و به هموطنانی که سالهاست چهره و صدای مسعود فرشچی را میشناسند، به مجاهدین و همرزمانش در سیمای آزادی و به اشرف نشانها و همه یاران مقاومت تسلیت میگویم. الهی به مستان جام شهود به عقل آفرینان بزم وجود ننوشیده می پرست آمدن